اوکی، امروز اومدم بهتون آموزش خیلی کوتاه بدم و ویدیو یه ذره طولانی بشه. من بهتون ویدیو رو یه ذره دست نبود آقا چند هست آقا ویدیو رو طولانی باید بکنم. آقا بچه منم بهتون آموزش بدم آموزش تغییر. ببینید رفتن از یه اکانت به اکانت دیگه. آقا این اکانت مثلا اکانت بنده هست، جدید خریدم اکانت خریدیم با هم دیگه. خب بچه این کار همه تون بلدید. آقا من نیومدم پولمو بگیرم بچه. من برای اونا که بلد نیستم بلده، اونا که بلدن هم من چه باید سر کنید این بیاد. خب این سر اینجا ببینید توی جیمیل، اینجا براتون جیمیل باید یا جیمیل شما جیمیل مورد نظرتون بزنید. حالا سر کنید. خب الان میبینید که اکانت من خیلی ساده تغییر کرده و حتی دنسش همون دنسه نیست و کلا تغییر کرده خیلی ساده. و چیز میگم اکانت رو که این اگه داخل کامنت رو یه کامنت بذارید ورکش میشه. من اکانت زیاد دارم اینو ورکش میکنم. آره و اکانت رو این نظر آقا یه کار ندارید تا یه ویدیو دیگه. خدا نگه. منم دیگه برم ویدیوهای بعدی هم آپلود کنم، بخاطر من بعد قبل از این ویدیو خیلی ویدیو دیگه هم گرفتم که اونا رو میخوام پرچنجوهای بعدی آپلود کنم. الان دارم کار ادیتش میکنم، برم ادیت بزنم. خب خدا